سیمای مستقل یکم تاکشو روبرو سینی اویله‌دارشوی جوانان کدام باید باشد؟ السلام علیکم بینندگان عزیز، باز هم برنامه تاکشوی جوانان روبرو منظور شماست و امروز ما تصمیم گرفتیم که وابسته به سینی اویله‌دارشوی جوانان سخن کرده باشیم. برای چی ما این موضوع رو چنین نامگذاری کردیم؟ اصلا سن و سال به خاطر چی است؟ به اندیشه من قبل از اویله‌دار شدن جوان باید که همه جانبه مستقل باشد، خواه از نگاه اقتصادی، خواه از نگاه ذهنی و غیره و هکذا. خب در شهر و دهات در اویله‌های دارا و کمبساط مناسبت به این مسئله تماما دیگرگونه است، یعنی که فرق میکند. جوانان اویله‌های دارا بر وقت اویله‌دار میشوند، اما تجربه اداره اویله از جانب والدان هست. جوانان دیگر با امید خدمت حربی نرفتن اویله‌دار میشوند تا در دوران دانشجوییشان صاحب 2 فرزند شوند و از خدمت حربی آزاد شوند، یا اینکه جوانان دیگر به مهاجرت میروند یا زنی روس میگیرند یا به قول آنجا اویله‌دار میشوند در داخل ناخنک به خاطر که موقع همانجا شوند و پاسپورت خارجی رو، شهادتنامه خارجی رو به دست آورده باشند. خب این موضوع دیگر است، اما ما امروز تصمیم گرفتیم که وابسته به سن اویله‌دارشوی جوانان حرف زده باشیم. شاید که سن اویله‌دارشوی آنقدر مهم نباشد، اما به اندیشه شخصی من از معیار گویم که بر وقت اویله‌دار شدن جوانان یک قدر مشکلات را پیش می آورد که و آن مشکلات را ما امروز خواهیم گفت. امروز در برنامه ما دانشجویان فاکولته پداگوژی مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов شرکت می‌ورزند. خب هر یک شما را خوش آمدید میگویم. در منبر بحث قرار دارند نیلوفر آتایeva و همچنین شراف‌الدین مولویف. خوش آمدید جوانان عزیز. خب فکر جوانان را یک نفر چهره شناخته روانشناس استاد مؤسسه دولتی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov از فاکولته پداگوژی معلم محرم رحیم و کارشناسی میکنند. معلم خوش آمدید. خب بینندگان عزیز، بیاید قبل از آغاز صحبت یک پرسش افکار را شاهد میشویم که با سوال اساسی برنامه گویم که آماده شده است. مرحمت. من زیاده 40 مملکت های خارجی سفر کردم. جوانان به فکر من از 25 سالگی تا 29 سالگی خانه‌دار شود درست می شود. در سن 23 سالگی با وای میرسد. ما ولی زندگی بعد 25 20 بالا باشد. باید در سن 24-25 سالگیشون اویله‌دار شوند. برای چی؟ برای اینکه زندگی میفهمند. 23 سالگی. چون که خودشان همش میفهمدگی میشد، پول کار کاری میتوند، کار میآورد خودشان به فکرشان بتون دیگر خیلی میشد. من نمیدونم. من به 22. برای چی؟ برای که نسل نوراد بسیار میشه، برای فرزند بسیار شدن. در سن 20-22. برای چی؟ خیلی عقلشون دستشون میگیرند. 20 بعد 20-25 به ناز می شد. اساساً 25 بالا. پسی بلند چیزی نگوی فهمیده سود منه بعد آویده برپا کنن. 25. در سن امین 22 بالا. سن 25 سن نهایت خوب است و از آن بالا هم بهتر می شود. با فکر من باید در 20 سالگی بعد 20 سالگی. برای چی؟ برای که چهل عقلشون میده رو دخواه ها حساب وی میفهمند حیاته. جوانان باید که در سن 25 سالگی خانه‌دار شوند. عقلشون میداره، یک جایی میفهمیدگی میشن، پدر و مادر عزت و حرمت میکردگی میشن. خب چون شما شاهد بودید اینجا بیشتری گویم که کلانسالان حرف زدن و هر کس از دیدگاه خود از این سال گویم که مختلف رو بیان نمودن. خب از دیدگاه خود هر نفر بها میدهد. خب سوال اساسی و سوال اولینی من با قهرمان های برنامه چنین بود. ما گفتیم که اینجا چون گفتیم که والدان حرف زدن، نقش والدان در بر وقت در جوان اویله‌دار کردن جوانان چگونه است؟ خب یا گوییم که نقش اساسی رو والدان میبازند یا اینکه حالتهای نیز هست که خود جوانان نیز بر وقت اویله‌دار شدن میخواند؟ والدین در جوان خانه‌دار کردن فرزندان رول اساسی رو میبازند. بعضی جوان پسرانی هستند که خودشون بر وقت خانه‌دار میشوند و پایدیواری اساسی اویله این والدان حسابیده میشوند. پایدیواری اساسی والدان حسابیده میشوند و خب یعنی که رول اساسی رو نقش و جوانان درباره این مسئله سخن گفته نمیتونن، یعنی که ایستادگی کرده نمیتونن. فهمو. مرحمت نیلوفر. در جامعه حالا نقشی برای جوان خانه‌دار کردن فرزندانشان والدان سهمی اساسی دارند و
در همه حالت یک خیل بوده نمیتواند. هستند حالت‌هایی که والدان میخواهند فرزندانشان را جوان خانه دار کنند و هستند حالت‌هایی که خود جوان‌ها هم مثلا پسرها میخواهند خانه دار شوند که این دو حالت را مشاهده کردن ممکن است. باشد. خب اکثرا اگر فایزی زیادش را گوییم از طرف والدان راه اندازی می شود. سلامت باشید. تشکر. خوب مرحمت، ما فکر اشتراکچیان را میشنیم. دو جانبه که اینجا برای دستگیری نشسته اید. خب فکر شما رو میشنیم که چی اندیشه دیگه؟ مرحمت. رول اساسی رو همه وقت والدین میبازند. یگان جوان نمیخواد چی کند؟ بر وقت اویله دار شود. همه وقت میخواد اول خانه صاحب جای کار شود، پول کار کند و بعد از مستقل شود و بعد از آن خانه دار شود. یعنی که رول اساسی رو والدین. البته والدین میبازند. باز چه الهه دیگر؟ چرا والدین میبازند؟ باز الهه اینجا بگن که رول اساسی رو والدین. خب شما میتوانید از مشاهده هایتان گویید و برای بینندگان باید قید کنم که اینجا اکثریت جوانان یا گوییم که قسمتی از جوانان اویله‌دار هستند و از زندگی خودشان خواهند گفت. بینندگان عزیز، خب مرحمت، شما میتوانید از زندگی خودتان گویید یا که از گوییم که از مشاهده هایتان گویید که میشود حالتایی که مثلا خودی جوان میگه که همسنفی من زن گرفت، من هم باید زن گیرم، یا که همسنفی من به شوهر رفته است، من یک خودم موندم بین دخترها، باید که من هم اویله‌دار شم. یا نقش اساسی باز هم سری والدان است که آنها میگن که بر وقت باید اویله‌دار شوی. مرحمت. در یک اویله گویم میگه 4 نفر دختر دارند حاضر از جهت اختصاصی که تنقسیم میکشند یکم سالی فرقشون گویم مثال گیریم اگر برای یکم دخترشون برورند باید که این اسب هم اقتصادیات دکو که تو گپی کالوچه کس نزد که این که کم کرد ان همین سببش میتوند برای که بر وقت خانه دار کردن از جهت اقتصادی البته. فهمم باشد. باز چی لوحه دیگر؟ باز چی لوحه دیگر؟ خب الهه دیگری نیست؟ مرحمت، باز الهه دیگر. خیلی که ما در اینجا قید کردیم نقش اساسی رو والدین میبازد. سببش اون که پسران به خدمت حربی نرود گفته بر وقت اویله دار میکنن. اویله هایی که دخترهایی که از سن 18 سال بعد از ختم مکتب در به اویله دار میکنن، ولی که خود جوان هم دختر به اویله مطابق نیست. خب قبول. تشکر زیاد دوستی عزیزم. الهه دیگری هست. مرحمت نیلوفر. مثلا باز این رو هم مشاهده کردن ممکن است که دخترها در وقتی مکتب خوانی یکدیگرشان را دوست می‌دارند. دخترها و جوانان یکدیگرشان را دوست می‌دارند. پدر و مادر و گویا که در هراس می‌افتد که این دختری من دوست داشت و آنها گنده گشت می‌شود. به همین قول آنها را بر وقت به شوهر می‌دهند که این خودی عیب خودی جوان دختران شده هم می‌تواند. به فکر باشد. اندیشه دیگر. تشکر. خوب. قبل از آنکه کارشناسی برنامه معلم فکر شما را تحلیل میکنند جوانان عزیز، من باز یک سوال دیگر رو برای شما واگذار کردنی بدم. ادامه منطقه سوال قبلی. والدین از آمادگی فرزندان خود به زندگی مستقلانه تا کجا آگاهند؟ یعنی آنها آگاه هستند که فرزندشان واقعا هم آن سینه رسیده است که فرزندشان مستقلانه زندگی را به پیش برده میتواند؟ آگاه هستند یا اینکه نه؟ به فکر من حالا همه پدر و مادران آگاه نیستند، لیکن آگاه هستند و اعتراف کردن نمیخواهند و هستند پدر و مادرانی که مثلا پدر در مهاجرت مهنتی است و از فرزندان خود خبر نیست است، مادر باشد از پی روزگار به بازار یا که کار میکند، آنها از تیار بودن فرزندان خود و آگاه یعنی که از تیار بودن فرزندان خود آگاه نیستند. آنها که مثلا در وقت جوان دختران رو به شوهر میدهند، آیا وی به روزگارداری همه چیز رو آموخته است؟ آنها نمیدونند. یا که فرزندانشان را به یگان کار و کسب و کار یاد گرفتند، آنها نمیدونند. از همین سبب پدر و مادر حالا از آمادگی فرزندان خود آگاه نیستند. سلام باشید. مرحمت. والدین از آمادگی فرزند خود تا کجا آگاهند؟ والدین از آمادگی فرزند خود اکثریت اولهایی هستند که از فرزندشان آگاه نیستند و اکثرا در اینجا مادر یکی از نقش اساسی را میبازد، زیرا که وقتی که پیش از آن که جوان دخترش رو به شوهر برآورده نمی شود و باید چه از جهت جسمانی و چه از جهت عقلانی باید فرزندش رو در رشته حیات باید تیار کردنش کار. تشکر. قبول. خب الهه ها. مرحمت. جوان ها. البته میخواستم من بیان کنم که پدر و مادر همه وقت از آمادگی فرزند خود آگاه است، از رفتار و کردار وی آگاه است، لیکن ویان نمیخواهند
چی همون چیز قبول کنند که حال فرزندشون به شوهر کردن آماده نیست و یا برای منفعت خود کار میکنند، فقط پدر و مادر برای منفعت آگاه هستن اما اعتراف نمیکنن. اعتراف کردن نمیخوان. فهمو تشکر. فهمو باز چی لغو مرحمت آگاه هستن و یا هیچ وقت بدی نمیخواهند که فرزندشان آیله دار شود و در زندگی پیش بخورند. باید آنها همه جهت فکر کرده بعد از آمادگی فرزندانشان خلاصه برآورند. به فکری من نمی. تشکر زیاد. مرحمت باز چی لغو دیگه فکر من این است که آگاه نیستند. برای آن که امروز در جامعه تعصب‌کاری بسیار است. میگویند که همسایه من کلی میکرد، چرا من کلی نکنم؟ من اول چی کمی مای؟ منم باید امسال کلی کنم. لیکن این طور نیست که مگر برای والدان نمودن فرزند باید سراسیمه شدن لازم نیست، برای که والدان به منفعت خودشان، یعنی که گوییم با آرزوی هوسی خودشان رسیدن کرده، آرزوی هوسی جوانان رو پایمال می‌سازند. یعنی چی؟ مقصد خواندن، صاحب دیپلم شدن، جای کار شدن، لیکن آرزوی فرزندانشون رو میخوان و آرزوی هوس خودشون رو بررسی میکنن. نبیره دیدن میخوان. نبیره دیدن میخوان. تشکر. قبول. خوب. تشکر. و من میخواستم اینجا با کارشناسی برنامه واگذار کرده باشم. معلمه اینجا دو مسئله گذاری شد. ما گفتیم که نقش والدان در جوان خانه‌دار کردن جوانان چگونه است و همچنین امروز والدان ما از آمادگی ما، از مستقلیت ما آگاه هستند یا اینکه باز هم آگاه هستند و اعتراف نمیکنند یا اینکه آگاه نیستند؟ بله، اولا من گفتنی هستم که بسیار مسئله مبرم روز برداشتید، آفرین. و نقش والدین در اینجا این وابستگی دارد به همون اوله هایی که آنها چقدر تربیت میکنن، چون که اینجا قید کردن اوله ها هستند که اوله ها فرزندان رو از خردی مستقل کلان میکنن. یعنی مستقل فکرشو گفته میتونند، بیان میکنند، در انتخاب کسب، همسر یا یگان فعالیت و مستقل است و البته پدر و مادر مستقلیت او رو اعتراف میکنند و در انتخاب همسر نیست فکری او رو به نوبت میگیرند. جوانی که مستقل نیست، کلاونده است، نمیدونه چیکار کند، بعضا نشانه های اویله دارشوی رو پیدا میکنند. همسری من خانه دار شده است، میخیل گپا باشد، پدر و مادر بعد فکر میکنند که خیلی خانه دار کردن در کار بدگیست که این همه خیلی نشانه ها پیدا کرد، این چیزی سرش بند کنیم که هر کجا بداره و دو یکان کارهای چی مشغول نشود. دیگر مسئله که آماده هستند اکنون پدر و مادران، البته وظیفه پدر و مادران تیار کردن جوان، هم جوانان هم دختران به اویله داری می باشد. اگر از آمار بینیم که سبب اگر جدا شوی بسیار باشد، این نشان میدهد که مطابق شوی جوان ها سست به اویله های دیگر و اون به جدا شوی آورده رسانده استاده است که معلوم که جوانان مسئله اویله رو اویله بغیر از اویله این فرزند مسئولیت نوکی همین چیز رو جدی درک کرده نمیتوانه. سلامت باشید مادر. تشکر. خوب بینندگان عزیز، هرچند که برخی از جوانان خیلی بر وقت اویله دار میشوند، اما در مسئله دخترکان وضعیت خیلی سنگین است متاسفانه، چون اینجا نیز از پرسشنامه شاهد بودید بیشتری آن نفری که گفتند من فکر میکنم که جوانهای پسر رو به نوبت گرفتن، اما در مسئله دخترکان خیلی وضعیت سنگین است. همه خوشتمنها عروسی به قول اوچش موچی نکرده رو میخواهند و آن دخترکی مثلا بی تجربه و دانش اویله نداشته گویم که به دست خوشتمن میافتد و این مثل آن است که نانوای به طوری که خواهد آن رو راست میکنند. منظوری من خوشتمن است، خیلی که میخواهد آن رو همین خیلی راست کرده میرود. در دهات وضعیت دختران سن سالشان از 20 تا 23 ساله خیلی دشوار است. حالتهایی هستند که آنها رو پیر دختر نام میبرند و به سویش با سوال نگاه میکنند، حتی به سوی والدانش با سوال نگاه میکنند. این مسئله از معرفت وابستگی زیج دارد. حتما که دختری که بیچاره مال یا کله نیست که آن را به بازار برند و گوییم که سودا نمایند. در بعضی دهات ها و ناحیه های دوردست پوشیده نیست که جوانان را از دوران مکتب خانه‌شان گویم که بند کرده میمونند یا با گویم که قول مردمی تحجویی ما نانگیران میکنند. خب سوال من این گونه بود که همین از چه است؟ همین مثلا بر وقت بند کرده موندن از چه است؟ پس اینجا حقوق فرزند گویم که در انتخاب همسر چی شد، کجا رفت؟ به فکر من این
بیعقلی است آنها را بر وقت مثلا از صنف در همون طرف اسفره اگر گوییم اگر دخترهایشان را از صنف 5-6 هاشان نانگران میکنند که این مطلق خطا می باشد زیرا آنها به خوشبختی به ریشه خوشبختی فرزندانشان تبر میزنند و وقتی که آنها رو بر وقت به نانگران کرده میمانند فکر و خیال الکه فرزندانشان به همین بند می شود که آنها دیگر خواندن هم نمیخواهند و هستند در جایهایی که طریق تلفن دختر و پسر صحبت میکند که اینها الکه با یکدیگر صحبت کرده یکدیگر رو الکه شناخته میگیرند و سیر و اسرار یکدیگر رو میآموزند وقتی که آنها خانه‌دار میشوند به فکر من شوق و دیگر بعد از اویله دار شدن شوقی نمیماند بین آنها ایدئال ها میمیرد خب سلامت باشید مرحمت شما چه فکر دارید پیش از که درباره این معما صحبت رونیم گفتن جایز است که انا همون اویله که در همون اویله که صاحب معرفت باشد همون اویله که دارای معلوماتی معین باشد خواه چی پدر هستند خواه مادر اونها برای اویله‌دار شدن فرزند خود راه نمیدهند. تشکر سلامت باشید الههای دیگر مرحمت با فکر اینو زید هستم اینها گفتند که این بیعقلی است این بیعقلی نیست هر کس از نگاه پسیکولوژی خودش نگاه میکند این مقصد آنها شاید که این طور باشد دوستیگری بین هم قانون شود به قول گوییم که دختری که 18 سال تربیت کرد به وای میرسونند یعنی خودی بشود مثلا این خوب است مثلا از همین صنفی اینا گفتن که در صنف 5-6 آنها رو نانگران بند میکنند این خطا است زیرا که آنها حالا وقتی خواندنشان هست آنها تماما در بابت شوهر کردن آنها حالا فکر راندنشان در کار نیست است تنها خواندن و صاحب معلومات شدن است که این مطلق خطا میباشد نباید این کار ادامه یابد و من دعوت میکنم که این حروفاتگرایی ها رو از بین برند زیرا که شخص اول خواند صاحب معلومات شود صاحب وظیفه شود بعدا اگر به شوهر یا که زن گرفته باشد و شخصان باز اویله های هستند که مثلا آنها قرب آنها را دخترانشان را یا که پسرانشان را خوانندن ندارند هرچند که این خیلی باشد بگذار آنها صاحب کسب شوند یگان دخترها هنر را آموزند بعدا آنها اگر به شوهر برایند خیلی خوب میشه تشکر سلامت باشید تشکر خب چی الههای دیگر مثال اویله‌ای که به همون دخترشان به زوجی می آید به طرف همین کلین معقول می شود و آنها چنین می حسابند که این دخترشان را خوشبخت می سازد و برای همین هم به فکری من آنها نانگران میکنن یا یگان بله بند میکنن تشکر سلامت باشید این جونیم چی الههای دیگر مرحمت پدر و مادرشون میترسن برای آن میترسن که آیا به چی تربیت خودی دادگیشون باوری ندارن برای همین من فکر میکنم آنها به تربیت دادگی خودشون باور ندارن برای همین بر وقتتر چی میکنن نانگران کرده میمونن و البته این رفتاری والدین حتما نادرست می باشد اویله این چیزی مقدس است و دختری که در سن 18-19 ساله اویله دار می شود و حالا آماده نیست برای روزگارداری با اویله با پسیو و بلندی زندگی از پستی و بلندی زندگی آگاه نیست است و وقتی که وی اویله دار می شود ترس روزگارداری را نمی داند و از این جهت هم در اویله مشکلی ها پیدا می شود و این به جداشوی اویله ها آورده می رساند. تشکر سلامت باشید. خب باز هم پیش از آنکه که معلم فکر شما رو تحلیل میکنن باز یک سوال دیگر ما اینجا در آغاز گفتیم که هیچ پدر و مادر به فرزند گویم که بدبختی نمیخواد خب این چیزی پوشیده نیست خب سوال این گونه است بیشتری والدین آرزوهایشان رو بر وقت دیده نمیشوند یا اینکه به نفر تعصب میکنند همسنفی من مثلا به فرزندش زن گرفته داد یا اینکه من هم باید که زن گیرم یا اینکه همسنفی من دخترش رو به شوهر داد دخترش از دختری من خورده است باید من هم به شوهر دهم یا اینکه وی دیگر مثلا میگن که در زندگیشان بابای بیبیتان توی تو رو بیند آرزویش مثلا جامعه عملی پوشد بعدا مثلا این دنیا رو پدرود کوید ما راضی هستیم یعنی که انا همین چیزها این چی است مثلا خوشبختی خواستن به فرزند همین است به فکر من این خوشبختی خواستن نیست زیرا آنها
баъзе падару модарон ҳастанд ки хоҳиши духтарон ё ҷавононро сарфи назар мекунанд. Масалан мегӯянд ки бобояш пир шудааст, бибияш пир шудааст, тӯю тамошои инро бояд бубинанд. Ин мутлақо хато мебошад, зеро ки оё дар ҳамон вақте ки онҳо мехоҳанд духтарро ба шавҳар диҳанд, оё вай омода ҳаст ё не? бошад. Марҳамат, фикри шуморо мешунавем. бештари волидон орзуяшонро барвақттар диданӣ мешаванд, бале онҳо боз ҳам аз нигоҳи худ кор мекунанд ва мехоҳанд ки аниқтараш оиладор кардани ҳамин ҷавонписарон, онҳо дар ин кор хатогӣ мекунанд, зеро ки дар масалан бисёртар озир чихеле ки гуфта гузаштанд таъсиб мекунад, чуноне ки шоирон гуфтанд халқро таъсибашон барбод дод, эй 200 лаънат бар он таъсиб буд. Чуноне ки гуфта гузаштем, бештар таъсиб зиёд мешавад ва сабаби пошходани оилаҳо ман шуморо фаҳмидам. Саломат бошед, ташаккури зиёд. хуб муаллима, инҷо боз ҳам ду масъала гузор шуд. Аслан волидон ҳангоми ҳинни барпо намудани гӯем ки тӯи хонадоршавии фарзандонашон аз онҳо розигиашонро мепурсанд, ман манзурам духтаракон, ва ҳамчунин он суоле ки гуфтем ки дар баъзе ноҳияҳо ва деҳотҳо ҳатто ҳамон масалан чизи кунае ҳаст ки аз даврони мактабиашон банд карда мемонанд, нонгирон мекунанд. хуб умуман фикри ҷавононро таҳлил мекард. умуман агар гирем ҳозир бана ҷавононе ки бо инҷо ҷамъ шуданд, аксарият ҷавонони пешқадам мебошанд, дар шаҳр хонда истоданд, аллакай урфу одатҳои шаҳриро бидонанд, барои вақти худ талош мекунанд. ин хеле хуб аст. дар ноҳияҳои дурдаст ҳамин хел анъанаҳо ҳоло ҳам мавҷуд аст. мо дар ноҳияҳо будем, инро боздидем ва бовар кунед ки ин гӯё ки онҳо анъана мегӯянд, ки анъанаро мо худамон месозем. ин анъана ба фикри ман ин зӯроварӣ нисбати кӯдакони худ, кӯдаканд ҳоло 5-6 баъди синфи 8 духтаракон мактаб намераванд, мумкин не мактаб рафтан, хона намебароянд ва сатҳи ба ҳолатҳои номатлаб задани духтаракон маҳз дар ҳамин ноҳияҳо зиёд дам мебосад, зеро ки манкунӣ, эътироф накардан, ако ҳамин чиза қабул кардан накор ки фарзанд ин моли хусусияти мо нест аст, шахсият аст. агар мо сӯистифода кунем, ин аз рӯи қонун ҳам мумкин нест ва ин шахсият аст. мо фарзандро ба дунё овардем, вайро ҳамчун инсони комилҳуқуқ эътироф намоем. барои ҳамин зӯри оварӣ кардан, тӯи варо дидан, падару модараш бинанд, бобои очаш бинанд, сони вафот кунанд, ин ҳама қолабҳои кӯҳна ҳастанд. ҷавонони замонавӣ ҳастанд. имконият диҳем ки онҳо дар интихоби ҳамсар, дар интихоби зиндагӣ, дар интихоби ояндакори худ мустақили онҳоро эътироф карда бошем, дастгирӣ кунем ки вай бехостагӣ дилашро кунад. маҷбур накунем, зеро ки вай маҷбуран мекунад, ҳурмат мекунад, иззату падару модарро ба ҷо меоварад, вале вай дар кадом ҳолат аст? ҳамин маҷбуриҳо, ҳамин тоқаткуниҳо барои ҳамин зиндагӣ хеле кӯтоҳ аст. бигузор вай хушбахтии ӯро худаш созад, худаш пеш барад, бигузор афтад, бигузор пешпо хӯрад, лекин пеш равад. ҳамин чизро эътироф кард. саломат бошед. муаллима, як чизи дигар, ман дар як гӯем ки семинаре ҳамроҳи гӯем ки ҷавонон яъне ки наврасон, мактабхонҳо, мо дар як семинаре будем дар Қирғизистон ва онҷо аз шаҳру ноҳияҳои гуногун мо ҷавононро гӯем ки ба омодагии ояндаашон бурда будем ва дар сокини деҳаи Ворухе, ноҳияи Исфара, яке аз масалан иштирокчии ҳамон семинар гӯем ки духтарак синфи 8 хон буд ва вақте ки ман суол кардам ки оянда ту воқеан ҳам хонданатро идома медиҳӣ дар муассисаи олия, мегӯяд ки на. чаро? Мегӯяд ки ман аллакай аз синфи 4 инҷониб масалан маро банд шудам ва гӯем ки рафтори манро оянда шавҳари ояндаи ман контрол мекунад, яъне ки ӯ назорат мекунад. Бале, ӯ назорат мекунад ва ӯ мегӯяд ки
تو نمیخوانی یا اینکه تو این کارو میکنی این کارو نمیکنی. و من گفتم که نفرانی که در همین سین مثلا سینی خردسالی به شوهر نمیدیند و اگر چی میشود که پس از ختم اگر بشود یعنی چی میشود گویم میگوید که پیر دختر میگن اون رو میگن. خب انا همین استراتژی گویم که پیر دختر رو ما چگونه شکنیم؟ این نادرست میباشد، تماما نادرست. یعنی دختری که حتی بینید امور نشان میدهد که سطح جداشوی در کدام سن و سال زیاد، سطح جداشوی در سن و سال جوانی زیاد. اون جوانانی که به وقت خانه‌دار شدند، مثال جوانان بعد 25 سالگی یا دخترانی که بعد 20 سالگی 22 23 اینها عائله مستحکم رو تشکیل میکنند، زیرا که اینها با عائله تماما با نگاه دیگر نگاه میکنند. هم از جهت اقتصادی تامین کرده میتونند، هم در تربیت فرزند آماده هستند، صاحب کسب و کار هستند، مستقل هستند. برای همین هم این فکرهای و این وحی تماما نادرست میباشد. ارگانیسم زن تا سن 40 سالگی قابلیت فرزند تولد کنی دارد. دیر نمیشود. دیر نمیشود. حتی حادثه هایی که بعد 40 ساله هم هست. برای همین این فکر و عقیده هایی که وای پیر میشود، حسن دختر حسن زن اگر گرید که تا 35 سالگی 40 سالگی حسن زیبنده است. اون مسئله که وای پیر میشود نه فقط از چی میترسند بسیار والدین، همین چقدر بی‌فباکت باشد اداره کردن آسان. با همون خواندگی و دانا باشد اگر گپ من یاد میتیاد من اداره میکنند می انا همین میترسند. تن تیم که فرزند ما از ما داناتر شود، از ما پیشتر رود، چون که حیات پیش است. تشکر مادام. بله خانم اگر فرزند از پدر و شاگرد از استاد پیش نرود زندگی پیش نمیره. تشکر، سلامت باشید. خوب تشکر. ما اینجا از برمحل اویله‌دار شدن جوانان سخن کردیم. جوانان عزیز، خب سینی موافق اویله‌دار شوی به فکر شما کدام است و آن سینی موافقه که حالا شما میگوید از آن دیر اویله‌دار شویم چی میشود؟ چی پیامدها دارد؟ ضرر دارد یا اینکه نه؟ مرحمت. به فکر من دیر خانه‌دار شدن سن سالی به فکر شخصی من سن سالی میانه خانه‌دار شوی در دخترها اگر 22 ساله باشد و در پسرها 25 یا از آن بالاتر باشد، زیرا که دخترها تا این وقت آماده میشوند تا اگر به خواندن سپاریده باشند آنها به ملال خواندن را ختم میکنند، صاحب دیپلم میشوند. اگر پسرها را گویم از 25 ساله بالا خانه‌دار شدنشان لازم است. آنها پسرها که تامین کننده عائله هستند، اول آنها خواندن را به آخر رسانند، صاحب وظیفه شوند، صاحب کار شوند، بعدا زن گیرند و آنها بر وقت میکنند. دخترها چی؟ دخترها نیز همین وقتی که خواندن رو به آخر میرسانند بعد شوهر کنند، زیرا آنها در مابین اگر خواندنشان آنها رو به شوهر دهند هستند عائله هایی که آنها رو دیگر به خواندن نمیمانند که خواندن او الکی برباد میرود و این برای هفتادگی همان دختر آورده میرساند و مردها باید اول صاحب وظیفه شوند بعدا عائله برپا نمایند. تشکر، فهمیدم. تشکر، سلامت باشید. خیلی که اینجا معلمی عزیز و دانشجویان قید کرده گذاشتن. سینی مبارکی جوان دختران جوان پسران باید جوانان گیریم اگر از 20 سالگی تا 22 سالگی باید باشد و جوان پسران گیریم از 25 سال بالا، زیرا که با مستقلیت حیاتی یعنی که با حیات عائلوی اونها به پورگی آماده میشوند، چه از جهت جسمانی و چه از جهت روحی و عقلی آماده میشوند. خب ایلامه های دیگر. مرحمت جوانان، من از شما شنیدنی هستم. خب مرحمت. به فکر من هم سینی خوبی عائله دار شوی این 22 سالگی می باشد. برای جوانان یا که دختران؟ برای جوان دختران. خب شما در چند سالگی تون عائله دار شدید؟ اگر من در سینی 19 سالگی. فکر میکنید که این بر وقت است؟ بله. سلامت باشید. تشکر. مرحمت. چنانچه پیشوای ملت در پیام‌های خود گفته گذاشتند، به مثال دیگر دولت‌ها در دولت ژاپن سن دخترانی که خانه‌دار میشوند سن 35 سالگی میباشد. در 35 سالگی آنان خانه‌دار میشوند و من نیز میخواستم که دختران در سن از 22 تا 25 سالگی خانه‌دار شوند، برای آنکه آن مثال دانشجو دخترانی که در دانشگاه‌ها تعلیم میگیرند آنان اگر خانه‌دار شوند در وقت تعلیم گیری آنان دانشگیری با آنها به درجه دوم میافتد و
وقتی آنها به دانشگیری و به هم کارهای خانه نمیرسد و میخواستم که اول دختران تعلیم به خود کافی گیرند و پسران نیز از سن 25 بالا خانه‌دار شوند برای آنکه در این سن سال آنها هم دانشگاه را ختم نموده با کار تامین میشن. بله تشکر. و ما اینجا از اون نفرانی که اویله دار هستن پرسان شدیم که مثلا در سن چند سالگیتون اویله دار شدید. بعد از شما میپرسیم که شما در سن چند سالگیتون اویله دار شدنی هستید و در نقشتون همین است. خدا هات بعد ختم دانشگاه. بعد ختم دانشگاه سن چند میشود؟ 22 سال. سلامت باشید. تشکر. خوب مرحمت. نفرای دیگر شما؟ به فکری من هم همین سن 22 سالگی برای دخترها 24-25 سالگی برای بچه‌هایند. یعنی که هر یک جوان باید پایبند پدر و مادر نباشد، باید مستقل باشد، باید چه از جهت معنوی چه از جهت اقتصادی خودش را تامین کرده تواند. دختران باید خوانند، کسب آموزند و در عائله بین زن و شوهر حقوقها برابرند. آنها همدیگر را تامین کرده توانند. تشکر زیاد. سلامت باشید. خوب مرحمت. اصلا گویم سن و سال آنقدر هم مهم نیست برای اونها که مثلا گویم خوانندگانی هستند که تا صنف نوعی خواندگی و بعد از آن صاحب کسب شدگی اونها چی تا 22 سالگیشون پایده گردن ما 22 با زنگ گرفتن ما دکاب دسته این فکر گویم به فکر من خطا. خب شما اویله دار هستید یا اینکه نه؟ نه. در چند سالگی نقشه بعد ختم دانشگاه 22. خیلی 22 نه 22 نه شاید که پس از ختم باز 1-2 سال دیگر. خیلی همینطور به فکر من نکن گویم اگر اصلا سن خواندارشوی باید این خیلی مهم نیست. شخص اگر خودش رو همچون گویم چی من مستقل احساس کنه کفایه است احساس کنه صاحب کار شود یا صاحب یگان گویم منصب داشته باشد البته یا کسب داشته باشد اون کفایه. تشکر. مهم نه اینقدر. تشکر. خب باز چی لوای دیگر؟ الهوا من به فکر شما زید هستم. زیرا که شما گفته ایستادید که اگر تا صنف نوعی مکتب رو خوان صاحب کسب شد و پایده میگردد وای باید اویله‌اش رو تامین کند. مثلا وای جوان که حالا وای تیار میگوید لیکن دختری که وای میگیرد آیا تیار است؟ مثلا وای اگر از صنف از 18 سالگی زن گرفته باشد دختر چی؟ بگذار که وای تیار باشد لیکن دختر تیار بدون میتواند یا نه؟ چی نه حاضر آموزشگاهی مثلا گویم لیسه و کسب تکنیک شده شگی وای دخترم مثلا دوزنده هر کس خودش مناسبش میگیرد و هم دوزنده مثلا برای چی گرفته نمیتونه مناسب خود را یابد. مناسب خود را یافته میتواند. اینا یک چیز رو قید کرده استادان که شخصی که تامین کننده از لحاظ اقتصادی خودش رو زندگیش رو تامین کرده میتواند انا اون وقت خانه‌دار شدن میخواهد. این میخواهد لیکن دختر از جهت روحی مثلا در عائله مناسبت با خوش‌دامن مناسبت با شوهر هست که وای هرچند اقتصادیاتش خوب شده باشد هم که وای حالا مناسبتی خوب خیلی که اینجا قید کرده شد هر یک نفر دو جفتی مناسب خودش رو مییابد در زندگی. بیاید این طور میکنیم جوانان. انا همون مثلا سوال شما رو با کارشناسی برنامه واگذار میکنیم. معلم ما اینجا گفتیم که سن موافق کدام است و از آن دیرتر اویله دار شدن و چی پیامدها میرساند اینجا جوانان نگفتند شاید که شما میگید و همچنین اینجا مثلا این نفر گفتن که وقتی که صنف 9 رو ختم میکند صاحب کار میشود یعنی که او از نگاه اقتصادی تامین هست. بله. وقتی که مثلا من از نگاه اقتصادی تامین هستم اما از نگاه ذهنی تامین نیستم من میتوانم اویله دار شوم یا که خوب است اویله داشتن من. خب من اگر گیریم از همین تجربه ها اون شخصانی که اصلا من دخترها رو در نظر دارم کدام دخترها به زوراوری اویله گرفتار میشن دخترهایی که صاحب کسب و کار نیستن یا که دانش کافی ندارن. پابند اقتصادی این یکی از مسائل وزنین تر می باشد زیرا که کار خانه تربیت فرزند این همچون مهنت حسابیده نمی شود. برای همین هم بسیار خوب می شود هم جوان هم جوان دختر از جهت اقتصادی مستقل باشد خودشان رو تامین کرده توانند. درست اینجا قید کردن که سن و سال با سرحد مونده نمیتونیم. کسی از 18 ساله ممکن کسی از 20 ساله باشد. سرحد رو خودی حیات میماند خودی انتخاب میکنند همین چیزا تقدیر حل میکنند. برای من یعنی هستن دخترکانی که از خوردی علاقه من میدونم دخترکای صنف 7م 8م علاقه مستقلا از جهت اقتصادی
نه الیفرین یا نه فبریلیک به کار میکنن اونها همین کارهای تجارت میدونن یا که گویم من دخترکا هستن سنی 18 19 ساله سر حساب خودشان رو صورت حساب خودشان رو دارن مستقل هستن اینها میتوانن اینها به خودشان اجازه داده میتوانن برای همین هم سرحدی انیق ما گفته نمیتوانیم دیگه خوب است اگر سن سال آنها از 18 سال 20 سال وای باشد بالاتر باشد این دخترکا انی پسرو برای چه همین بسیارتر 25 سال بگن 25 سال چون که جوان در این سن و سال صاحب کسب و کار می شود مستقل می شود جدیتر می گردد اون فکرهای بچگی که در وای بود اندکی آرام می شود و همچنین دیرتر به بلاغت میرسه نسبت به دختران نسبتا همین خیلی طبیعتا همین خیلی و در وای خصوصیت مردانگی بسیارتر تشکل می یابد همین زیبنده است همین چی برای همین هم گویم همین چیز توصیه کرده میشد این باز با جوانان وابسته است ممکن کسی بر وقتتر خونه دار شوند این انتخاب از شماست انتخاب از شما هست تشکر معلم سلام علیکم تشکر زیاد تشکر خب چون وقتی ما آیسته به انتها رفته رسیده شده است اما اینجا ما یک اینفوگرافیک آماده نمودیم آن را شاهد باید کشیم اما پیش از شاهد شدن اینفوگرافیک من میخواستم خلاصه های شما را فهمیده باشم مرحمت چی خلاصه ها از امروز برنامه ما کوتاهن اصلا نفری که اویله دار می شود اویله رو جهت نفس خود نداند زیرا که اویله یک چیزی مقدس به حساب می رود که در آن جمعیت انسانی به وجود می رسد اساس در همون اویله هایی که برای که در آینده انا همون اویله های جوانی که برپا میکنند اگر بگیم به خطاگی که به جداشوی آورده نساند اساس والدین پدر و مادر سهمی مؤثر میگذارند زیرا که در اویله که مثلا پدر و مادر مثلا خوش گفتار باشند خوش رفتار باشند در همون در شاهراه زندگی موفق باشند و یکدیگر رو فکر یکدیگر رو فهمیده توانند انا اون وقت اویله پیش رفته میتواند و همون اویله هایی که جوان هستند از اونها درسی عبرت میگیرد سلام تشکر خلاصه من از این برنامه آن است که باید هم دخترها و هم پسرها هم از جهت طبی و هم از جهت روحی باید آماده باشند و بعداً اویله برپا نمایند. سلامت باشید تشکر. خب جوانان عزیز خلاصه های شما چه خلاصه ها هست؟ به فکری من آن است که به همه جوانانی که خواهش اویله دار شدن را دارند به آنها یا ندارن به آنها مستقلیت داده شد آنها خودشان و انتخاب کنند و همین اویله رو برپا کنند. روزی یک معلمه به من گفته بودند که باید هر یک جوانانی که هر یک فرزندانی که وقتی اویله در انتخاب همسر باید احتیاط باشند و ذکر کنند آنها اول فکر کنند و بعد انتخاب کنند زیرا که هر یک خطاگی که ما در همین زندگی خود میکنیم آنها اصلاح شونده است ولی وقتی که ما همسری خود را نادرست انتخاب میکنیم این خطاگی اصلاح ناشونده است و برای همین هم شمایان باید همون انتخاب همسر را درست به راه مانید گفته مصلحت داده بودن منم همین جوان‌ها هم خیلی مصلحت می‌دم که درست به راه مانند. سلامت باشید. تشکر. قبول سلامت باشید. خلاصی من از این برنامه میگم که هم جوان دختران و هم جوان پسران اگر دیرتر اولادار شوند این بهتر است چون که من خودم همچون دیرتر اولادار شده هستم چون که علاقه به همه پستی بلندی زندگی و کردم میتونم مستقل باور کنم. اگر سیر نباشه چند ساله بوده؟ 25 ساله بودم. سلامت باشید. تشکر. خب معلم من باز هم می‌خواستم خلاصه های شما رو فهمیده باشم که در انتها چی توصیه میدید با اون جوانانی که اینجا گویم که نزدیک منیتورهای خود ما رو میبینند. بله. یک چیز رو ما مشاهده میکنم در جوانها همه دوست میدارن عشق میورزن سخنهای خوب میگوین دل یک کس رو به دست میارن لیکن برای اولادار شدن خوشبخت شدن تلاش نمیکنن. همین در تشکیل اویله در خوشبخت شدن در انتخاب همسر استادگری تلاش کردن برای بخت خود مبارزه بردن همین چیز جوانو ضرور است. جوان گوید که این دخترک به من معقول است من همین به خانه دار بشم پدر و مادر میگه مایلش پسرم
من تو همین خانه‌دار میکنم. برای چی؟ برای اون که وای استوار است. پدر و مادر میبینن بچه چقدر هم مایلش خودتون میدانید. گوید وای هم البته خودش میدانستی که بکنند پدر و مادر. از دیدگاه خودش میکنه. از نگاه خودش که همین بهتر است پسر من با همینش معقول میشد یا که همین که خوشبخت میشود. برای همین هم این طرف دوره پرجش و خروش، دوره تلاش، دوره که ما میگیم من کپیتالیسم رفته ایستاده. در اینجا اکنون این خیل خونه بشتن یا که گویم پوره این چی کردن خیلی خود شوهر تبیین میکنن. هر حال شدنش ممکن است. برای همین هم یعنی اگر همسر حقیقتا همسر باشد، یک دیگر فهمی باشد، پهلوی شوهرش باشد، از یک گریبان سر برارند، در تعلیم و تربیت بچه هم فکر باشد، برای یک دیگرشون تلاش کرده توانند، حمایت کرده توانند، این عائله خوشبخت است. سلامت باشید. برای همین کوشش کنن هم دخترها هم جوانها برای همین تلاش کردنشون در کار. فکری خودشون، عائله خودشون احتیاط، اون حسیات هایی که اولی درست هم می شود، اون محبتی که اولی درست هم می شود، اون رو احتیاط کنن. زیرا که محبت خصوصیت گزارش هم دارد. اون به نفرت مبدل شدنش ممکن است. برای همین احتیاط کردن این چی حرمت کردن، گذشت کردن، فهمیده توانستن، احتیاط کردن می باشد. همهیش شدن است. برای همین هم من میخواهم که جوانان همین خصوصیت ها رو در خود تشکل دهند، زیرا که از همه میوه شیرین این کودک است. نگذاریم که کودک بی پدر یا بی مادر باشد. سلامت باشید. تشکر زیاد. تشکر. سلامت باشید. خب ما گفتیم که اینجا ما یک اینفوگراف آماده نمودیم معلمه جوانان عزیز بیاید اون رو شاهد میشیم و بعدا جنبش خواهیم کرد. مرحمت. شماره نکاح و طلاق موافق معلومات ریاست ثبت اسناد حالت‌های شهروندی ولایت سوخت. خب دام 9 ماه سال روان در ولایت طبق معلومات همین ریاست 15762 عائله برپا شدند، یعنی که نکاح کردند و همچنین 1273 عائله برپا شدند در 10 ماه سال جاری سال 2018، یعنی که در شهر خوجند. خب اکنون شماره جداشوی عائلگان را می‌بینیم. 3125 نفر در 9 ماه سال جاری در ولایت سوخت از همدیگر جدا شدند، یعنی که عائله ها. و این شماره در شهر خوجند 308 است، یعنی که 308 عائله در 10 ماه سال 2018 در شهر خوجند از همدیگر جدا شدند. متناسباً از 4 عائله نوبنیان یک عائله از همدیگر جدا می شود. گویم که خب برای مقایسه جمهوری چچنستان روسیه را من مثال میارم. در اینجا از 10 عائله نوبنیاد 0.75 تاش از هم جدا می شوند. با مضمون دیگر از 10 عائله قریب که یک نفرشان از هم دیگر جدا می شوند. ببینید که فرقیت جداشوی در ما قریب که 2.5 مرتبه زیاد است. خب با این رقم ها بینندگان عزیز من چی گفتنی هستم؟ قسمت زیادی جداشوی عائله ها البته که از برمحل عائله دار شدن جوانان نیز وابستگی زیج دارد. مثال عادی را میگویم. جوان از کار خسته شده میآید و از همسر جوانش پیاله چای یا اینکه کاسه آب را طلب میکند و به طریق هزل همسرش به او میگوید که خودتان گرید نمیشود می. آن وقت جوان پسر گوییم که عصبانی است، خسته است، پیاله را میگیرد یا کاسه را میگیرد به سر کلینش میزند. از همین سر میشود جنجال عائلوی یا اینکه ما بسیار حالت رو از توی خانه‌دارشوی میبینیم که هنی گلقند خوراندن، یعنی که تورت خوراندن کلین شوخی میکند و گویم که جوان عصبی میشود و از این سر میزند. گویم که پشخوری عائله یا اینکه گویم که یعنی او مورد شوخی کردن رو نشناخت، یعنی که حالا آماده نبود و در موردش گویم که شوخی کردن نتوانست و از این سر زد عائله جدا شوی عائله ها. خب این هم باز هم آمده میرسد به همونه که بر وقت عائله دار میشیم. بینندگان عزیز ما امروز در مورد سن عائله دار شوی جوانان سخن گفتیم و در برنامه ما دانشجویان فاکولته پداگوژی مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفورов شرکت ورزیدند. جوانان عزیز شما رو خوش آمدید میگویم. بار دیگر تشکر که در برنامه ما آمدید و همچنین فکری جوانان رو کارشناسی نمودند. کارشناسی برنامه ما روانشناس استاد فاکولته پداگوژی مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفورov. محرم رحیم معلمه خوش آمدید. تشکر. نکاح برمحل جوان پسران آنها را از جهت اقتصادی وابسته و از جهت عقلانی کم تجربه کرده است. برای مثال اگر جوان در سن 22 یا 23 سالگیش خانه‌دار شود،
ин албатта ки фикри шахсии ман аст. Аллакай он марҳилаи камолоти ақлониву шинохти қадри меҳнати волидон ва ҳамчунин эҳтиром ба оилаи худу оилаи ҷониби дигарро медонад. ин фикри шахсии ман буд. Шояд ки шумо розӣ набошед. Бигзор ки сину солро худӣ гӯем ки ҷомеа пешниҳод кунанд ва оила барпо намоянду хушбахт шаванд. Бинандагони азиз, ман ба шумо комгории муваффақият ва хушбахтиро таманно мекунам. шумо барномаи рӯбаруро шоҳид будед. Худоҳофиз. ман ҳамин рӯз баъди барнома рости бисёр эҳсос кардам ки мавзӯъ хеле мавзӯи ҷиддӣ аст. шумо ҳамин эҳсос кардам? Вазнин. Чунки агарчи қонунгузорӣ масалан синни соли хонадоршавиро муқаррар кардааст, мушаххас кардааст, лекин ана ҳамин синни сол бозам эҳсос мекунем ки ҷавонӣ мекунад барои гӯем ҷавонони имрӯзии мо. Барои чӣ? Барои он ки масалан агар арзишҳои гӯем он чизе ки дар минтақаҳои деҳот агар мардум фарзандони худ махсусан духтаракон агар барвақт хонадор кунад, аллакай ҳисоб бигиред ки масалан чӣ қадар истеъдодҳо нокушода гӯем ба орзуҳояшон норасида гӯем аллакай ба печтоби зиндагии худашон ворид мешаванд. Хуб маълум аст ки масалан бори гарони зиндагӣ ба шонаҳои ҷавони онҳо мешинад. ва масалан ман мехостам аз шумо пурсам ки ҳамин чизе ки нақшаи сценария ба шумо гузоштага будед то куҷо шумо гӯем ҳам ба ҷавоби мукаммал гирифта тавонистед? устод, ман фикр мекунам ки ман на он қадар муваффақ шудам, ба хотире ки чун дар оғоз гуфтед воқеан ҳам мавзӯи вазнин аст ва аз он лиҳоз ки шояд ман таҷрибаи кам дорам, шояд ки ҷавонон таҷрибаи зиндагии кам доранд, аз ин лиҳоз ман фикр мекунам ки бештари маврид вақте ки ман савол додам, ман эҳсос кардам ки ҷавонон аз мавзӯъ берун рафтанд. Ҳарчанд ки ман пешаки қаблан онҳоро омода карда будам ки бояд дар доираи савол мушаххас ҳарф занем, бештар аз мавзӯъ берун мерафтанд, ба хотире ки шояд ин чизи табиӣ бошад, ба хотири он нафар он ҷавон ҳастанд, ман ҷавон ҳастам, шояд ман хато вогузор кардам. Аммо ман фикр мекунам ки на он қадар муваффақона буд, аммо баъзе масъалаҳо гӯем ки гуфта шуд. шумо эҳсос кардед ки масалан баъз ана духтаре ки инҷо гуфт, ман ҳатто охир ман гуфтам ташаккур барои шумо, чунки ба ҳар сурат гуфтан дар кор ин суханҳои бисёр вазнин ҳаст, мавзӯъ бисёр вазнин. ман барои худам баъзе нуқтаҳои қайд кардам ки масалан ҳамин ҳатто барои волидон шунида тавонистани фарзанд бисёр муҳим, махсусан дар синни соли никоҳӣ, оне ки масалан хонадор мешавад, баъд шунида тавонистан дар кор. волидон бояд ҳамин нуктаи дарк кунанд. Масалан ман аз шумо 20 сол калон ҳастам. ман фарз кардем фарзанди ман калон аст ва ман масалан мутобиқ ба гӯем синни соли вай бояд ҳатто мегӯям ки масалан чун фарзанди калон шуд, агар писар бошад бародарвор, агар духтар бошад хоҳарвор муносибат кун. ин гап аз гузашта барои имрӯзиён бесабаб гуфта нашудааст, барои он ки ина шунида тавонистан дар кор. гузашта аз ин масалан ҷавонон инҷа муаллима бисёр нуктаи аҷиб гуфтанд, масъулият доштан, бисёр чизи масъулият ва мустақилият нест ба фикри ман. чунки ҳатто қисмати охирини барнома дар мавриди бахтатона ҳимоя карда тавонед гуфтани ишора нест бесабаб набуд, чунки набинед вай бо оилааш бо ҳамсараш зиндагӣ мекунад. масалан дахолати волидон зиндагии он ҷавон ба аллакай агар дахолат бошад дахолати бошуурона бошад аз ҷониби волидон. яъне ҳамешагӣ волидон бояд ба пӯсти ҷавонон даромада тавонанд. масалан ман бисёр одамое медонам ки вақте фарзандонашона гӯем ягон камбудӣ масалан арӯзи келини хонашона мебинам ки ман азоб кашидам ва ям азоб кашад. Не, ин мутлақо хато. масалан шумо агар воқеан фарзандатон хушбахтӣ хоҳед, ҳаргиз аз ин дарича нигоҳ накунед, чунки ману шумо масалан аҳли гӯем мусулмонис ҳастем, масалан аз худо тартида накор ки масалан ба ҷуз он ки масалан шумо гӯем як фарзанди як нафара овардед хонатон ба ҳамсари фарзандатон интихоб кардед, вай бояд мисли фарзандатон дӯст доред. барои чи ин суханҳо танҳо дар лаҳзае ки то фурсати келин карда омадан ки ман ина ба сифати духтари хонаам қабул манам ва масалан ҳурматаши ба ҷо мебарам, чун баъди 1 сол 2 сол муаллима бисёр нуктаи аҷиб гуфтанд ки ман баъди омӯзиш эҳсос кардам 3 соли буҳронӣ аст. агар 3 сол оила худашро нигоҳ дошта тавонист, он марҳила масалан оҳиста оҳиста мушкилот, буҳронҳо, мушкилоти муносибатҳо ҳалли худашро ёфта меравад. як нуктаи дигар аз ҳама муҳим,
شما اینجا یک جوانی که بود بسیار فکر عجیبی گفت. تصور کنید در اویله که 4 دختر است و مثلا فاصله تولد دخترها 1.5 سالی یا 2 سالی، مثلا اگر یکمش گوییم به شوهر برآورد الکی دویمش تیار شده می آید. ما مردمی چگونه مثلا عادتا با آرزوی زندگی می‌کنیم، تولدی که بله ما همیشگی هر تولد فرزند در اویله‌های سنتی روزگان یک عید است. واقعا میوه عمر انسان فرزند است و عید است و عید اندر عید این پی اون همش خراجات دارد، در حالی که مثلا اویله نمیتواند اگر خراجات علاوه‌ای کند بعد وقتی فرزند دیوم دختر دیوم مثلا که تیار شده میآید برای وای نیست فکر میکند. من دیگر چیز از این خلاصه خوندم. اینو ببینید بسیار وقت سلامتی ریپرودوکتیوی میگوید برای مثلا اویله‌های جوان اگر شما ببینید میگن که فاصله تولد باید نه کم از 3 سال و نه زیاد از 5 سال. یعنی اگر فاصله تولد فرزند از 3 سال زیاد باشد انا همون وقتی فرزندش خانه‌دار میکند تا اینش خانه‌دار کردن فرصت هست، فاصله هست و اویلی پدر و مادر مثلا یک میتواند کمی یک برای خود به آمده بعضی خراجات‌های من بعدی برای فرزندهای دیگرشون گوییم پیدا کنن. شما مثلا معنی گرمی فهمیدید که مثلا ما از جوانی خود نگاه کنید اکثر فرزندایی که امروز تولد میکنه اویله‌های جوان فاصله اش 1 سال یا 1.5 سال. خیلی کم. اینها وقتی که کلام میشد بعد 18 سال تصور کنید هم یعنی همین پیهم میشود. خانه‌دار کردنش به مثلا اویله‌ها آینده دشواری میکشد. چون پیهم میآید. مثلا در 1 سال گوهو 1 سال به 2 تا توی کردنش ممکن. یا هر سال توی کردنش ممکن. و توی های ما اگرچه مثلا قانونی تنظیم کار کنند هم بازم مثلا همین اویله‌ها امکانات دارد که خراجات زیادی کند. این راستی فکری من از گویم برداشتی من ما این موضوع باز به فکر من با برگردیم میگم پهلوهای دیگرش کردی چون که برای بیننده بازم از این مسئله ها همیشه که گفته ایستادن در کار. سلامت باشید استاد، تشکر زیاد. آباد باشید.